چهاربینی تانتنوی گسیل نواسکران به قسم‌های حربی در صحن بینایی کمیسریت حربی ناحیه باباجان غفورov نیز ظاهر گردیده. در آن نمایندگان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه، رئیسان جماعت‌ها، سابقه‌داران مهنت و پدر و مادران اشتراک کردند. در مرحله اول دعوت جوانان به خدمت حربی آمادگی خود را نشان دادند و امروز 350 نفرشان به قسم‌های حربی فرستاده می‌شوند. چنین سطح آمادگی جوان پسران به خدمت مادر وطن دلیل خود آگاهی و تربیت وطن دوستی، تربیت خوب در عائله، کارهای فهماندهی به حساب می رود. ضمناً برآمد کنندگان دیگر و پدر و مادران ضمن سخنرانی اظهار باوری کردند که جوانان امروزه آینده حمایت کنندگان مرز و بوم وطن صادقانه به دولت و ملت خدمت سزاوار خواهند کرد. حاضر نبیرم ابراهیمov سپانجان دلیرجان با خواهش خودش نوشته اومده من خدمت به تیار فرزندان مهربانم اهمی روز همی شمهان دادر همچی یک دادر اکوها همتون یک جا خدمت کنتون مهربان شیطان کلانه گپاشونه گوش کده خدمتای شایستانه کنیتون فرزندان مهربانم هر یک مادر فرزند دادر خواهر آیلش به شما انتظار همتون صادقانه خدمت کرده سری بلند کده هر یک خاندان پدر مادر به درونده بیتو ما انتظار. باید تذکر داد که طی سالهای آخر در شهر و ناحیه‌های ولایت صف جوانان با امر دل وجدان اختیاراً به صف قوای مسلح جمهوری تاجیکستان شامل گردیده رو به افزایش دارد. این روند نتیجه پیشبرد کارهای فهماندهی، تشویقات و ترغیباتی و راه ماندن تربیت وطن‌دوستی جوانان در دایره تقویت همکاری‌های زیچ مسئولین مقامات دولتی وابسته به دعوت با مردم، بلند گردیدن مسئولیت جوان پسران نسبت به طلبات قانونی جمهوری تاجیکستان درباره عهدهداری حربی و خدمت حربی، دستگیری و غمخواری‌های پیوسته حکومت مملکت نسبت به قوای مسلح جمهوری، بنیاد و فراهم آوردن بهترین شرایط خدمتی و معیشی برای حیات شخصی، زمینه‌های خوب مادی و تامین در جزء تام‌های ارتش، فعالیت نظررس کمیسی‌های دعوتی و از همه اساسیش پایداری فضای صلح و ثبات تاجیکستان ارزیابی می‌شود. امروز جوان پسران در محیط آرام و آسایشته با پیدا کردن دوستان نو از تمام منطقه‌های جمهوری از خودکنی علم‌های حربی، تقویت تربیت جسمانی، متانت و مردانگی، هوشیاری و زیرکی سیاسی، صداقت به دولت و ملت و رسیدن به قدر پدر و مادر در صف قواهای مسلح و وطن خدمت و در این عائله بزرگ جوان مردان شجاع تربیت می‌یابند.